نادرشاه همیشه جلوی ارتشش حرکت میکرد، یعنی اگه ارتش 5 کیلومتر عقب‌تر بود این جلوتر میره وارد یک کاروانسرا میشه، در کاروانسرا رو میکوبه، شب برف داره میاد، سرما وحشتناک. کاروانسرا دار میگه آقا جون کیه، چی هستی؟ میگه منم، درو باز کن، من از دولتم. نادرشاه میاد تو میگه که قرار یه عده پشت سر من بیان، این نمیدونه این کیه، میگه که برای من چنگال درست کن. میگه چنگال چیه قربان؟ میگه 10 تا تخم مرغو نیمرو کن، روشم عسل بزن. بعد میگه من 2 ساعت میخوابم. آقا 2 ساعت میگذره میخوابه، بیدارش میکنه، فوراً بلند میشه، لباس میپوشه و پوستین رو تنش میکنه، میگه من میرم. به در به کاروانسرادار میگه قرار پشت سر من 50,000 نفر سرباز بیان. میان دم کاروانسرا، بگو اینجا وانستید، بیاید 3 تا منزل بالاتر یه کاروانسرای اونجاست، اونجا من میرم غذا براشون آماده میکنم. نیم ساعت بعد که اومد دیدیم سربازا اومدن. فقط یک کلمه گفتم اون آقایی که اینجا پیاده شد به من دستور داد به شما میگم اینجا حرکت نمونید، اینجا توقف نکنید، باید برین 3 منزل جلوتر، 2 منزل جلوتر. بعد میگی وقتی رفت اومدم تو اتاق نگاه که نمیدونم 3 تا سکه طلا برای من گذاشته، فهمیدم نادرشاه بوده. تنهایی، ببینید چه جرأتی تو اون دل شب، اونم تو نواحی خراسان، احتمالاً اون سفر معروف به هندوستانه.